هنگامی که یک پادشاه احساس کند مردمش در آستانه شورشند، به کشور دیگری اعلام جنگ می کند. این یکی از کهن‌ترین ترفندهای تاریخ است. منحرف کردن ذهنها با ساختن یک دشمن مشترک. آنگاه که فقر گسترش می‌یابد و خشم مردم نسبت به حاکمان شعله‌ور می‌شود، باید نگاه‌ها از شکست‌های داخلی برداشته شود و به خطری در آن سوی مرزها دوخته شود. ماکیاولی این حقیقت را به خوبی می‌دانست. هیچ چیز به اندازه ترس ملتی از همگسیخته را متحد نمی‌کند. همین که طبل‌های جنگ به صدا در می‌آیند، انتقاد خیانت نام می‌گیرد و هر کس که حکومت را زیر سوال ببرد دشمن وطن خوانده می‌شود. در چنین فضایی شورش پیش از آن که آغاز شود سرکوب می‌گردد، نه با منطق بلکه با نفرتی که با دقت ساخته و تزریق شده است. به اطراف خود نگاه کن. نام پادشاهان عوض شده، اما بازی همان بازی قدیمی است. هر زمان که اقتصاد فرو می‌ریزد یا رسوایی‌های سیاسی سر بر می‌آورند، ناگهان بحرانی تازه متولد می‌شود، دشمنی تازه و بهانه‌ای تازه برای اینکه همه باید متحد بمانند. قدرت تنها با زور حفظ نمی‌شود. قدرت با کنترل توجه مردم دوام می‌آورد. تا وقتی چشمهایت به دشمنی در افق خیره مانده، متوجه نخواهی شد که دست حاکم آرام و بی صدا عمیق‌تر از قبل در جیب تو فرو می رود.